مادر جون. دختر پسرم مرد. برای قادر اتاق را آماده کردم. با کمال هم صحبت کردم. همه چیز آماده است. من در همین جایم پسر جانم. کم مانده است که یک جای از اینجا بر آمده می رویم. کمان پسر جانم، صبر کن پسر جانم. خانم همشیره، بندایش را عوض کنید. خانم سوزن، از شما خواهش میکنم که اکنون بیرون بروید. مایلش کم مانده است، بسیار کم. قادر جواب ده. قادر از برای خدا جواب ده. فکر میکنی گرده کسی را گرفتن آسان است؟ مادر شما در حقیقت با پدرم اویلا دار میشوید؟ با قادر اینطور میگوییم حسرت جان. دروغ میگویید یعنی؟ چی کار کنیم؟ خودش ما رو به این مجبور کرد. چی اون جوان در پیش چشمانمان جان دهد؟ خیر، بعدی از جراحی بر اومدن قادر چی میشود؟ نمیدونم. یگون کار کردم میفهمونم. با یگون روح دلش رو میوبم. تو هم فشار نور. مگر سخنهای قادر ذره هم جان ندارن؟ تو چی گفتن میخواهی؟ باید یک اویلا شویم. با پدرم در یک خانه زندگی کنیم. آمدنش را ماها انتظار نشویم. خانم سوزن به همش راضی است. در بین یگان مانع نیست. آیا یک اویلا شدن دشوار است؟ تو هم حسرت. در اول گفته های قادر مرا به حیرت گذاشت. بعدم فکر کردم. خواهش قادر مبلغ، پول، مال، ملک است. نه، خواهش قادر یک اویلا شدن است. کجای این خطا است مادر؟ ما به همین هم یک اویلاییم دخترم. بله، اویلایی که دائما در سر دسترخوان یک کرسی خالی است. خواهش یک اویلا شدن خطا نیست، اما این رو با این ترس خواهش کردن خطاست. کاش که این همه چنانی که شما فکر میکنید آسان باشد. اگر شما خواهش داشته باشید چرا مشکل شود؟ رفتیم زود. پدرت انتظار است. جزودان من در کجا باشد؟ تشکری زیاد. سلامت باشید. ما تیاریم. رفتیم. قادر به زنگهایم جواب نمیده. من حاضر زنگ میزنم جواب میدهد. خواطر نشو. رفتیم. در چنین وضعیت ناگوار آنها برای چی باید نرفتند؟ ندانم که برای چی رفتند، اما انیق اینجا چی گپی هست؟ از کجا تو را به فاکولته روزنامه نگاری داخل کردیم؟ تو باید اصل هر واقعه را دانی. خیر، اون آدمانی که با خود آوردند کیستند؟ پدرم نمیدونسته است. جناب کمال با پدرم نگفته است. توبه دخترم، پدرت رفیق جناب کمال نیست، تنها راننده اش است. برای چی بگوید؟ باید همه چیز را نقل کند. مادرکی بودن آنها برایتان عجیب نیست؟ آخرین حادثه ها هم غیر عادی اند. برای من تماما عجیب نیست، پروا هم ندارم.
دخترم، من اینجا برای لقیدن، برای غیبت کردن معاش نمیگیرم، بلکه برای خوراک پختن معاش میگیرم. مادر، با مانند ان همین کفلس اندوهاور هستید. تو چی گفتی؟ نفهمیدم. مثل کفلس دلگیر کننده هستید. ای درد کرد. برای درد کردنش زدم. من بعد با مادر چطور مناسبت کردن رو فراموش نکن. کفلس بوده است. کنی بهوده قامت راست نکن. پرتاب رو برور. کنی زود زود زود. مادر حیاتی جناب کمال و اویلش. چه شد؟ نگاه کنید. حیاتی جناب کمال و اویلش. بین. چنان خوشبخت هستم که از خرسندی قریب میکفم. اویله نمونوی استانبول، خانه‌ای با حشمت. با زنش چیزی گفته است. ببینید، در این خانه نعمتی بزرگی ما نه خانه و نه اشیای آن، بلکه نعمتی بزرگی ما در این خانه خوشبختی من است. حیوان ها، لعنت به این خوشبختیت ها. خوشبختی مادر کجاست مادر؟ رسم‌های اویلوی ما که همه نشسته صورت گرفتیم کجاست؟ آنها در کجایند نمی‌بینم. مادر کجا خطا کردیم هم مادر؟ گویا که در چیزی از ما خطای بزرگ گذشته است. ولی نمیدونم که ما جزای چی را میکشیم که من هیچ نمیفهمم. هی چطور با باغ در اومدی؟ با خونه بعد نگاه میکنی؟ تو کیستی؟ من قادر، پسری کمال ایپکچیه. چی خیلی یعنی؟ این طور باشد تو از ادنا آمده ای؟ به یک قرار آمدید مادر؟ برای چی جواب نمیدی پسرم؟ چند بار زنگ زدم. نشنیدم. زود به بیمارخانه بیو، ما هم در راهیم. این معنای بله رو دارد؟ بله. به فکرم اکنون ما زود با هم وا میخوریم. در این میان من نامم رو گفتم ولی تو چیزی نگفتی. یالدو، من یالدو، دختر ریزو، همان مردی که شما رو در فرودگاه پیشواز گرفته اینجا آورد. ممنونم یالدا. این خیلی باشد من کندال شنبردیم من شنبردی نیستی. از عالم از ظالم به دنیا می آید. عاشق یک صد برگی سیاه ادریس.